سلام بیننده گرامی، با سرخط خبرهای امروز دوشنبه 4 مارس من طاهر سفر در خدمت شما هستم. برنامه تا کمتر از 3 ساعت دیگر آغاز می یابد و ما را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید مستقیم تماشا کنید. همین گونه در وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می دانید azadi.org. و در برنامه امروز اول درباره لطوکوبی بیرحمانه یک دختر در دوشنبه صحبت میکنیم که بحثی داغ را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. نواری از باردان ماشین بیرون آوردن ملکه صاحب نظر و لطوکوب شدن او از طرف معشوقش خورشید عزیزوف امروز هم در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود و بحث بسیار داغ است. دختر را چرا لطوکوب کرد و خودش می گوید در این باره به رادیو آزادی صحبت کرد. همکاران ما با ملکه صاحب نظر و در خانهشان صحبت انجام دادند و حادثه را تا کمتر از 3 ساعت دیگر از زبان خودش همراه میشنویم. از موضوعهای بین المللی درباره سوریه صحبت میکنیم که در آنجا عملیات برای از حضور جنگجویان داعش و یا داعش پاک کردن یک منطقه مهم ادامه دارد. رزمندگان کرد که برای محو جنگجویان میجنگند میگویند حالا تندروان سعی دارند با دندان و ناخن این منطقه را محافظت کنند و از هر وسیله ممکن برای محافظت خود ادامه میدهند، استفاده میبرند. چگونه وسیله و اصولهای جنگ در این باره گزارش داریم که در برنامه خبری با هم میبینیم. و درباره موضوع تاجیکستان، مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که به ضد 3 شهروند کشور و 1 شهروند چخ با اتهام قلابی و فریب کردن چندین نفر پرونده جنایی باز کردند. آژانس مبارزه با کروپسیا گفت این افراد و 10 نفر در تاجیکستان وعده دادند که آنها را با جای کاری مناسب در چخیا تامین میکنند، ولی به وعدهشان وفا نکردند. با گفته آژانسی خود این افراد پول زیادی به دست آوردند، مردم زیادی جبر کشیدند. جزئیات را در این باره در برنامه داریم که تا کمتر از 3 ساعت دیگر همراه میبینیم و هم خواهیم گفت. و 7 ساعت کاری سخت ولی کاری بی پول در تاجیکستان. صدها هزار زن از صبح صادق تا شام کار میکنند ولی در عوض هیچ مزد نمیگیرند و زندگیشان هم بهتر نمیشود. چرا؟ زنها یکی از قشرهای کمبودجات دهها در تاجیکستان هستند و سالهاست که مشکلاتشان حل نمی شود. گزارش درباره زنان و کمبودجاتی در تاجیکستان هم داریم و منتظر شما میمانیم تا این گزارش را همراه تماشا کنیم. و خبر کوتاه هم داریم درباره اون که رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان عضو کمیته اجرایی شورای المپی آسیا انتخاب شد. او را به این مقام در جلسه شورای المپی در شهر بانکوک تایلند انتخاب کردند. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه و فرزند رئیس جمهور امامعلی رحمان تا کنون عضو کمیته شورا آید به مناسبت‌های بین المللی شورای المپی آسیا بود. این شورا یک سازمان بین المللی است و مرکزش در کویت است. بیننده عزیز، اینجا حالا به سوال یکی از کاربران عزیز پاسخ می‌دهیم که در نهاد بامدادی درباره سرنوشت اگرین اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک پرسید که با این بانک ها چه شد. مقامات تاجیکستان میگویند باید در مدت چند ماه دیگر برنامه معتدل کردن وضع آنها را آماده کنند. حالا بغیر از همین جزئیات دیگری در دست نیست. هر وقت آمد به شما خواهیم گفت. خب منتظر شما هستیم تا کمتر از 3 ساعت دیگر در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در اینترنت.